الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق الغايات، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. اگر خواهد نگه دارد کسی را، اگر خواهد نگه دارد کسی را، چی باک از یک جهان آتش خسی را. اگر برعکس این گرداند ابرو، گدازد برگ گل را تندی بو. همه شما را برادرای عزیز و گرامی به این روزی بندگی خدا تبریک و تهنیت میگویم و از خداوند از همه چیز عزیزی که خواهان هستم این است که در دل همه شما خداوند محبت عبادتش را تا دم مردن نگه دارد. الله در سوره نحل، سوره زنبور، از آخران آیت‌های این سوره مبارکه می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. صدق الله العظیم. الله میگوید ای بندگان خدا آگاه باشید، ای بندگان خدا با دقت گوش اندازید، ای بندگان خدا این جمله که من برای شما گفتم بسیار اهمیت دهید. الله اعلان دارد رحمت من، برکات من، فیض من همراه آن کسی هست که از من می ترسد. رحمت من، برکات من همراه آن بنده هست که از ذات من می ترسد. اون مقداری که از من می ترسد از هیچ مخلوقی من در روی دنیا نمی ترسد. والذین هم محسنون. الله میگوید رحمت و برکات من همراه آن کسانی هست که همیشه نیک خواه هستند، همیشه نیتی نیک دارند، همیشه نیکوکار هستند. الله میگوید رحمت من همراه اونهاست. بنده های خدا، برادرای عزیز و گرامی، برای شما من اعلان میکنم و همه شما را خبر میدهم در پیشگاه پروردگار ملت، نسب، رنگ، صورت، قبیله نقش نمی بازد مگر الله اعلان دارد ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اگر تو از کدام قبیله نباشی،
تو چگونه صورت نداشته باشی در پیش من آن کسی محترم است، آن کسی قدر دارد که از من می ترسد، حکم مرا در ظاهر و در باطن، در تاریکی و در روشنی حکمهای مرا اجرا می کند. این محبوب ترین بنده به سوی من است. حضرت مولوی می گوید اگر الله شود از بنده راضی، اگر الله شود از بنده راضی، به او یار است استقبال و ماضی. حضرت میگوید اگر خداوند از شما راضی شد، اگر شما پروردگارتان راضی کردید، بشارت این است که دنیا و آخرتان آباد است. شما پروا نکنین، غم نخورین. خداوندا از ذات تو خواهان ما این است که در دل همه ما بندگانت هیبت خودت را، ترس خودت را پروردگار را جایگیر بگردان. خدای مهربان برای ما آنچنان شجاعت و دلیری و تقوا را نصیب گردان که اصلا دست ما، پای ما، چشم ما، عضوهای ما قدم زننده به سوی حرامهای تو نباشد. خداوندا محبت ذات خودت را، محبت حبیبت را در دل ما بندگانت از همه آن چیزی که در دنیاست محبوبتر بگردان. خدایا عبادتهای ما را قبول گردان. خدایا خاتمه کار ما را به خیر بگردان. خدایا همه آرزوهایی که در دل این بندگان توست خدایا برآورده بگردان. تمام برادرایی که از راه دور و نزدیک برای ادای این فرض الهی آمدند، خدایا عبادتهاشون قبول گردان. صحت و سلامت به خاندانشان برسان. خدایا در جمهوری ما همیشه آرامی و آسایشتگی را حکم فرما نگه دار. تمام آن بندگانی که نیکخواه این جامعه هستند، نیکخواه دین تو هستند، خدایا همیشه کامیابشان گردان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. آمین یا رب العالمین. برادرای عزیز و گرامی، جمعه هایی که ما داریم به همه شما معلوم است اطراف چهارم یار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این مرد دلیر و این مرد شجاع حضرت علی کرم الله وجهه می باشد. و این جمعه هم الحمدلله من برای شما وعده کردم که در اطراف حیات و فعالیت این دوست خدا، این مجاهد در راه خدا با شما صحبت داشته باشم. چگونه که من برای شما وعده داده بودم و همیشه عادت من این بود که آغاز هر یک یار پیغمبر را از سخن خود او آغاز می نمایم و الحال می خواهم این جمعه را هم از سخنهای خیلی گرانبهای
حضرت علی کرم الله وجهه آغاز نمایم. سئل علی رضی الله تعالی عنه، یک گروه به نزد حضرت علی آمدند برای علم او را سنجیدن. او با ضمن آنکه شجاعت داشت، دلیری داشت، بسیار علم بلندم داشت، خواستند علم او را سنجند تا چه اندازه حضرت علی علم دارد. 7 سوال کردند. خیلی با دقت باشید، فکر میکنم سوالی که برای حضرت علی دادند اگر الحال من برای شما جواب او را نگویم و از شما سوال کنم، باوری کامل دارم که جوابهای اینها را شما یافته نمیتوانید. زیرا در این خیل سوالها، این خیل جوابی که علی گرداندند قریب که عقل ما و شما نمیگیرد. سوال دادند: ما اثقل من السما، یک سوال. و ما اوسع من الارض، و ما اغنى من البحر، و ما اشد من الحجر، و ما احر من النار، و ما ابرد من الزمهریر، و ما امر من السم. 7 سوال. ای علی، میخواهیم در این سوالها از تو پاسخ گیریم. حضرت علی گفتند بیا یک به یک، نوبت به نوبت اینها را من برای شما جواب گویم. یکم سوالی که دادند گفتند و ما اثقل من السما. ای علی، آسمان دیدی؟ ستاره هایی که در آسمان است در وزن و در حجم از زمین چند برابر کلان هستند؟ همین آسمان با تمام ستاره های خود قرار دارد. آیا از آسمان و آنچه در آسمان است وزنینتر چیست؟ چی از همه وزنینتر است؟ ببینین وزن آسمان، وزن ستاره ها، هیچ چیز به وزن اونا برابر شدن نمیتواند. دویم سوالی که دادن: از این زمین پهنی که ما بالای او حیات داریم، از این در پهنتر چیست؟ سوالهایی میدادن که تا که حضرت علی زبانش لال شود جواب گفته نتواند. سوم سوالی که به حضرت علی دادن این بود: میدانی که بحر و آنچه در داخل بحر است چقدر بای است؟ از بحر در دیده کی بایتر است؟ دیگر سوال این است: سنگ بسیار چیزی سخت است، از سنگ در دیده چی سختتر است؟ دیگر سوال این است: آتش علاوه حرارت گرمی دارد، از آتش در دیده گرمتر چیست؟ دیگر سوالی که به علی دادند: از زمهریر در دیده خنکتر چیست؟ هفتم سوالی دادند: از زهر در دیده تلختر چیست؟ شما شنیدین. من باوری دارم در یک سوال این ما و شما اگر هممون جمع شویم جواب گفتن نمیتوانیم. هرچند اگر فکر کنیم از آسمان و آنچه در آسمان است وزنینتر چیست،
چیزی یافتن نمیتوانیم. حضرت علی خدا رحمت و مغفرتش آن کند، محبوب رسول اکرم بودند. رسول اکرم دوستشان می داشتند. در خاندان پیغمبر خدا به وایه رسیدند. از آن حکمت و از آن علمی که حبیب خدا داشتند حضرت علی برخوردار می شدند. حضرت دوستشان می داشت. حتی بار حبیب خدا می گوید حسن و حسین اخذ بید حسن و حسین فقال من احبنی. بار در دستش امام حسن و امام حسین بودن و گفتند کسی که مرا دوست می دارد، حبیب خدا گفت و احب هذین، و این حسن و حسین نبیرهای مرا دوست می دارد، و احب اباهما و امهما، و کسی پدر امام حسن و امام حسین و مادر امام حسن و مادر امام حسین دوست می دارد، کان معی فی درجة یوم القیامه، او همراه من در روز قیامت یک جای است. کسی امام حسن امام حسین دوست می دارد، کسی فاطمه و علی را دوست می دارد، همچنان است که مرا دوست می دارد و او همراه من در جنت است. حبیب خدا دوست می داشتند علی را، بسیار دوست می داشتند. این محبوب حبیب خدا به این گروه سوال دهنده ها نگاه کرد. برای عالم جواب گردانیدن این مسئله ها هیچ مهمی نبود. حضرت گفتند البهتان علی البریا اثقل من السماء. جواب ببینید. میدانید بود از آسمان و آنچه در آسمان است وزنین تر چیست؟ گفتند چیست؟ گفت تهمت زدن بر یک بنده خدا که اصلا بیگناه نیست از آسمان را دیده وزنین تر است. تهمت زدن یک بنده که تماما گناه ندارد در گردن او گناه را بار کردن، تهمت بالای او کردن از آسمان را دیده وزنین تر است. حق است برادر عزیز. کسی در تهمت گرفتار نشده است به قدر این جمله علی هیچ وقت نمی رسد. حضرت عایشه مادرمان تهمتی که بالای او زده بودند، من برای شما در موعظه های پیش تهمت حضرت عایشه را حکایه کرده بودند که او را تهمت بر زنا کرده بودند که حبیب خدا را در شک شبهه پرتافتند. وقتی که پاکیزگی حضرت عایشه از بالای 7 طبقه زمین آسمان نازل شد، حبیب خدا گفتند اجتنبوا 7 الموبقات، از 7 چیزی که شما را ای بنده های خدا هلاک میکند پرهیز کنید. این چی بود؟ یکیش قذف المحسنات الغافلات المؤمنات. ببین، یکتاش تهمت کردن بر شخصی که درک ندارد خودش لکن در گردن او تهمت بار کردن. حضرت علی جواب خیلی زیبا گفتند. من اطراف این صحبت زیاد نمی کنم، وقت بسیار کم است. شما همینقدر فهمین که تهمت از آسمان دم دیده وزنی‌تر است. بسیاری از جوانای ما و شما حکایه میکنن که وقتی از تاجیکستان بیرون میشویم در کیسه های ما هر گونه نمود دارو را میپرتوین و تهمت کرده برده مختم میکنن. خودتان تصور کنین که همون حالتی که کار از تو صادر نشده است وقتی تو را در همین حالت مبتلا میکنن چقدر مشکل برای توست. دوم حضرت پرسیدن
از زمین در پهنتر چیست؟ حضرت جواب گفتند کلمه حق از زمین در دیده پهنتر است. کلمه حق، جمله حق، گفتار حق، برآمد حق از زمین در دیده پهنتر است. حضرت حبیب خدا حضرت عمر دعا داده بودند رحم الله عمر یقول الحق و این کان مرا. خدا عمر رحمت و مغفرت کند، حق را می گفت اگرچند حق تلخ بود. بله حق تلخ است برادر عزیز. حق هر کس هم غیرت نمی کند گوید. سخن حق هر کس قدرت هم شده نمی تواند سخن حق به گوش مردم رساند. این حق گفتن هم غیرت در کار. این خدا دادی است. این مهربانی پروردگار است. سوال دادند ای علی میدانی که بحر چقدر بای است؟ مقصد کندنی های خیلی فایده‌ناک زیاد دارد. آب او قیمت است. اونقدر ماهی که در داخل بحر است اون اگر فروشن میدانی چقدر پول می شود. بغیر آن سنگ های قیمت بهایی که در داخل بحر است. از بحر دادیده کی بای است؟ حضرت جواب گفتند و قلب القانع اغنا من البحر. گفتن اگر در کدام بنده اگر دل قناعت کننده خدا داده باشد از بحر دبای است. میدانه دلی که قناعت دارد گر عنان سوی قناعت تابی زندگانی خوش آن دم یابی. حضرت جامی میگه اگر تو قناعت داشته باشی آلی همین بعض بایهایی که گویم 1000 و 100,000 و میلیون جمع کردن تا حال باز جمع دارن اونا بای نیستن. اونا تا حال گرستن حریصن. بای آن کسی هست که حبیب خدا گفت چی زیبا فرمود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لیس الغنا عن کثرت العرض ولكن الغنا غنا النفس. این حدیث متفق علیه است. همه سیحای سته روایتش میکنند. نیست بایی از مالداری بلکه بای آن کسی هست که دل قناعت دارد. ببین خداوند کم هم داده باشد یا زیاد هم داده باشد به همو قناعت کنی تو بایستی. لیکن اگر قناعت نکنی چشم تو گرسنه روزی دراز تو باز در طلب مال اسباب انجام باشی تو از همه در کم بغل هستی. ببین حضرت چی جوابی زیبا گفتن. از بحر دیده گفت بای آن کسی هست که دل قناعت دارد. باور کنید برادرای عزیز خدا هر کس قناعت دادگی نیست. نمی ما و شما اگر در دسترخوان یک برادر رفته اگر کمتر بهبودی ها را بینیم آمده تیز ناشکری از دسترخوان خود بر میکنیم. قناعت نداریم. یا اگر برای ما و شما همون روز یگان غذای خوب یا یگان چیز در خانه یافت نشود در حال ما و شما شکایت میکنیم. قناعت نداریم. شما دعا کنین از پروردگار که برای شما خدا قناعت نصیب کند. این طلب مال نکنید. مالداری شرف نیست بلکه قناعت شما طلب کنید. خدا کم هم داد قناعت همراهش نصیب کند. از بحر دادیده حضرت علی چی گفتن؟ گفتن دلی که خدا در او قناعت جای میکند وای از همه دبای است. بسیار باور کنید من شما را نمیفهمم به خدا قسم برای من آنقدر این جوابای حضرت علی پر تأثیر است که فکر میکنم از این در جواب خوب دیگر هیچ کس گفتن نمیتواند. این جواب سوال من برای آن میکنم که شما هم گوش کنید هم این در حیات خودتان تطبیق کنید. این فقط برای گوش کردن نیست بلکه برای عبرت است. چهارم گفتن
و ما اشد من الحجر. سنگ بسیار سخت است. از سنگ سخت‌تر چیست؟ حضرت جواب گفتند و قلب المنافق اشد من الحجر. دل منافق از سنگ هم سخت‌تر است. منافق که خدا در قرآن چه وعید سخت برای منافقا گفته است، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. در پسترین چاهای دوزخ منافق خانه دارد، منافق منزل دارد. منافق کیست؟ منافق را مدان یاری موافق. خدا رحمتشان کند. ای جوانای عزیز، یکی منافق برای خود آن رفیق انتخاب نکنید. میگن منافق برای خود در دنیا دوست انتخاب نکن. منافق را مدان یاری موافق. منافق را منافق دان. منافق است. منافق آن کسی است اذا تؤمن خانه و اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا خاصم فجر. 4 نشانه دارد. امانت میگذاره خیانت میکند، سخن میگوید دروغ میگوید، وعده میکند خلاف میکند، جنگ کند دشنام میدهد. در کدام از شما اگر برادر عزیز یک تا همین باشد، تصور کن که یک نشانه منافق در تو هست. خواه دروغگو باشی، از دروغت پس بگرد، عیب است دیگر. اگر امانت خیانت میکردگی بودی قطع کن. اگر وعده دادی همیشه اجرا کن. وقتی جنگ میکنی با یک برادر مسلمان دشنام نده. این نشانه منافقی است. حضرت گفتن از سنگ سخت‌تر دل منافق است. دیگر سوال دادند از آتش دیده چی گرمتر است؟ این آتش چقدر حرارت دارد. اگر یک گلخن همین بین مسجد باشد، در این اطراف ما و شما ایستاده نمیتانیم. حرارت گرمی کجای نزدیک شدن به این آتش است. حضرت جواب دادند و سلطان الجائر احر من النار. پادشاهی که اگر ستمکار باشد، پادشاهی که اگر ظلم کند، پادشاهی که اگر نیکخواهی مردم و ملتش نباشد، او از آتش دیده گرمتر است. لیکن الحمدلله که یکی از درجه های بالای پادشاهی ما و شما همین است که در تمام منبرها الحمدلله مسلمان رو میگوید. از همه بالاترین درجاتش همین است که میگوید الحمدلله من مسلمان هستم. و در هر یک سخنرانیش کلمه زیبای انشاءالله را استفاده میبرد. من از خداوند خواهان او هستم که توفیق و هدایت همیشه همراه این رهبر دولت ما نگه دارد و همیشه نیکخواه این ملت و نیکخواه این مردم مسلمان خدا نگهش دارد. سال گذشته بسیار خدمتی برجسته کرده بود، اگرچند که امروز ما اجراش نکردیم. همون بدعت، همون خرافات، همون به نام خیر احسان هایی که مردم بیزار شده بود، مردم در بدر شده بود، مردم قرضدار شده بود، همونها را دریچش وقتی بست. از این به خدا قسم خدمت بهترین در اسلام کسی در جمهوری کردگی نیست. اگرچند تمام عالم ها می گفتند، لیکن به واسطه قانون این مرد این دریچه بسته شد. تماشا کنید که همین قدر اسرافی که در همین معرکه ها بشد، پیش راه اسراف گرفتن چند قد ثواب باشد،
در نامه اعمال رهبر دولت می رود. خوش به حالشان. من به خدا قسم سخنش همون قانون قرآنی بود، قرآن احادیث های رسول اکرم بود. اگرچند امروزا ما را بعضیا با شرمناک کرده سه بگینه فیراد میکنن، یا داملا سه بگینه دارم یا پنجشنبه دارم. رحمت کند این حنفی مذهبی ما و شما نه از دنیا گذشت. تاجیکای ما و شما رفته در زاهدان زیارت کردن. این ملا محمد عمر سربازی است، در کتابش میگوید اگر شما درک یابید که در کجای پنجشنبگی است، یا 7 یا 40 یا سال اگر دانسته رفتین، همون خوراک برای شما حلال نیست. قبول نداریم برادر عزیز. نه جان من خلاص شد، خدا را شکر. خیلی مشکلات برای شما بود، من اعلان کرده بودم، برای من هیچ مشکل نبود. شکر آن قدر مرید مخلصی است که اگر گویم چند گام یاران ضعف میکنه. مشکلات برای مردم است، نکنیم برادر عزیز و گرامی. سوالی که حضرت دادن گفتن پادشاه ظالم از آتش دم دیده چی است؟ گرمتر است. دیگر سوالی که به حضرت دادن از زمهریر دیده خنکتر چیست؟ زمهریر سوره انسان دا اگر آیتای والله علم 12 است یا 13 همشده لا یرون فیها شمس ولا زمهریرا. خدا قرآن دا هم یاد میکند که وقتی جنتی ها در جنت می درآیند بالای کتهای زیبا دا تکیه میزنند، اونجا خدا میگد نه حرارت گرمی آفتاب است نه سرمای سختی که ما و شما به نزدیکی روبرو شده بودیم، بلکه هوای جنت معتدل است. این زمهریر به معنای سرمای سخت خنکی می آید. از زمهریر دا دیده خنکتر چیز گفتن؟ حضرت جواب عجیب گفتن که والحاجة الى اللئیم ابرد من الزمهریر. پیش یک آدم ناکس، یک آدمی که قوقاش مثل همون آسمانی که پر از ابر هست همچنان ترش روی کبر پیش همون رفته و از او حاجت طلب کردن، این از سرمای همون 30 درجه و 50 درجه خنکی دا دیده بدتر است. پیش یک آدم ناکس، یک آدمی که شاید طول داشته باشد و لیکن انصاف ندارد، خدا ترسی ندارد، حاجت برآوردن دا خدا نصیبش نکرده است. پیش این کس رفتن از سرمای خنکی دا میگه سختر است. دیگر از حضرت پرسیدن از زهر دا دیده تلختر چیست؟ حضرت گفتن صبر از زهر دا دیده تلختر است. صبر هم بسیار مشکل است. برای همین از خداوند مشکل که هست ان الله مع صابرین میگوید، من همراه صابران هستم. انسان باید در همه حالت طاقت فرسا باشد، با طاقت باشد، با صبر باشد. سوال و پاسخ حضرت علی را اینجا من قطع میکنم، زیرا اگر من اطراف هر کدام این برای شما صحبتم انشاءالله ساعتم که کنم، شکر دلیل ها و حجت های زیاد وجود دارد، لیکن میگذاریم به باز دیگر مسئله ها و دیگر مهماتی که از حیات حضرت علی بودند. در کتاب ها میارد حضرت علی رضی الله عنه 3 برتری داشتند، یعنی 3 قصه او را میارند
که شما فراموش نکنید که در قاموس حیات حضرت علی هیچ وقت ترس وجود نداشت، از هیچ چیز هراس نداشتند. بسیار مرد با غیرت بودند. الله میگوید ذات من غیور است، با غیرت دوست می‌دارد. سه قصه او را میارند. یکی زمانی که هجرت رسول اکرم بود، دوم جنگ بدر، سوم فتح خیبر. سه موضع او را میارد، اگرچند که در همه غزوه هایی که رسول اکرم اشتراک کرده بودند بغیر از جنگ تبوک دیگر در همه او حضرت علی اشتراک داشتند، که در جنگ تبوک هم سبب نرفتن حضرت علی حبیب خدا را همچون وارث خود، همچون رهبر در مدینه گذاشت و خودشان بعد به غزوه رفتند. زمان هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شما میدانید که من در قصه های ابوبکر صدیق به شما خبر داده بودم. در همون جایگاه خوابی که شب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ترک کرد و همراه ابوبکر در آن غاری که رفته پنهان شده بودند از دست مشرکا، در این جایگاه خواب که خیلی خطر کلان داشت حضرت علی خواب بود، که این در صحن حولی بود، وقت میگوید گرم بود. حضرت علی را پیغمبر خدا فهمانید که من امشب از مکه بیرون میشوم، در این جایگاه من تو خواب میکنی، امانت هایی که در نزد حبیب خدا بود همگیش در دست علی داد، گفت اینها را سحر به صاحباش تقسیم میکنی. و یقین میدانستند که پس دروازه چندین نفر در دستها شمشیر برای قتل رسول اکرم آمده بودند. لیکن خداوند آن نقشه را که کشید، نقشه این مشرکا مثل همون نقش بالای آب شد. حضرت علی بالای جایگاه خواب بودند، نمی ترسیدند. وقتی سحر از خواب بیدار شدند، در عربها یک عادت بود که شب در خانه هیچ کس هجوم نمی کردند، فقط عادتشون همین بود که در روز هجوم کرده می در آمدند. در شب در آمدن، خانه را غارت کردن، این مردم عرب مردانگی نمی شمارید. و این خاطر وقتی روز شد هجوم بالای جایگاه خواب پیغمبر کردن، میکشند آن چیز بالا پوشه که بالای این حضرت بود، میبینن علی در داخلش خواب است. این غیرتی بود که خداوند به حضرت علی نصیب کرده بود، این شجاعت بود، این دلیری بود. شما دیده و دانسته میدانید که در همین جایگاه خواب خطر است، باز همون خطر را برای خود انتخاب کردن این کار هر کس نبود. دویم شجاعتی او را میگویند در جنگ بدر بود، اولین جنگ که مسلمان ها غنیمت زیاد به دست آوردند، که خیلی عدد مسلمان ها کم بود و تمام همون قماندان های جسور مشرکای عرب در این جنگ بدر اشتراک داشتند، که وقتی پیش از آنه که جنگ آغاز شود قاعده همین بود، 3 کس از اون طرف 3 کس از این طرف جنگ های تن به تن میکردند. وقتی کدام از اینا کدامش مغلوب میکرد بعداً هجوم سر میشد. از طرف مشرکای عرب 3 کس برآمد، عتبه ابن ربیعه،
ولید ابن ربیعه، شیبه ابن ربیعه. سه کس از یک عائله، هر سه مشرک، هر سه گمراه، هر سه دشمن خدا و رسول خدا برآمدند. عتبه فریاد زد: سه نفر برای جنگ تن به تن پیش ما روان کن. محمد صلی الله علیه و سلم گفتند. حبیب خدا میگوید سه انصاری را، سه آدم مدینه را پیش کردند، مردم مدینه. این مشرکای عرب همه مردم مکه بودند. عتبه گفت: ای محمد، من از مردم مکه میخواهم، این مردم مدینه را من عیب نمیبینم با اینها جنگ کنم. اینا در شرف و در قدر و در همه جهت از ما پست هستند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این سه مجاهد مردم مدینه را پس گرفت. گفت: حمزه از صف بیرون شو، علی از صف بیرون شو، عبیده از صف بیرون شو. شما تصور کنین که عتبه، ولید، اینا آنچنان در جنگ آلوده بودند که آنقدر نیزه زن و آنقدر شمشیرباز بودند. عتبه پیش آمد. امیر حمزه، عمک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیش آمد. صاحبای تاریخ میگویند یک صدای الله اکبر شد و عتبه در زمین زد با یک ضرب شمشیر. حضرت پس گشتند. حضرت علی اولین جنگی که آلی تا شمشیر را در دست نگرفته بود، یا حتی نیزه را میگه در دست گرفته نبود. عمرش 25 ساله بود. در مقابل این برآمد ولید، برآمد بسیار شمشیرباز. حضرت علی نزدیک آمد. صاحبای تاریخ میگویند مثل امیر حمزه میگوید یک صدای الله اکبر شد و این ولید میگوید نقشی در زمین شد. لیکن عبیده خیلی جنگ کردند و عبیده را وقت زخمی کردند، امیر حمزه همراه علی هجوم برای شیبه کردند و او را هم در نقش زمین کردند. اینجا هم صاحبای تاریخ میگویند بسیار جسارت و غیرت حضرت علی را بها دادند. دیگر در جنگ خندق که سلمان فارس نقش مهم در این جنگ بازیدگی بود که با کندن عکاب میگویم ما و شما، این جنگ مشهور است. یکی از همون بزرگان همون گویم مشرکای عرب، عبدالود عمر پیش برآمد. 3 نفر برآمدند. یکی اکرمه بچه ابو جهل، دیگر زرار فرزندی ابن خطاب. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت علی را گفتن پیش درآ. گفتن این عمر بسیار جنگاور بود از مشرکای عرب. حتی میگد مسلمان ها هم از بازی او، از جنگ او میترسیدند. حضرت علی وقتی میگد در مقابلش رفت، همینطور نگاه کرد و گفت ای فرزند برادر، گفت من باور که گفت رحم میآید که تو را قتل کنم. مقصد علی را چی شماری؟ رو گفت قفا رو گفت. حضرت علی گفت به خدا قسم گفت من دوست می‌دارم که تو را قتل کنم. وقتی این سخن گفت امر یک باره غضبناک شد، هجوم میگه به طرف حضرت علی کردن. حضرت علی که مردانگی داشت، شجاعت داشت، غیرت داشت، شمشیر را برداشت. میگوید
همون صدای الله اکبر یک بار بلند شد و عمرو خودش در زمین دید. صاحبای تاریخ میگویند کشتن عمرو هم خیلی مهم بود، لیکن با دست علی کشته شد. اینا را از نمونه های شجاعت حضرت علی در کتاب ها حکایه میکنند که بسیار شجاعت خیلی بلند داشت. وقتی جنگ خیبر در صحیح بخاری حکایه میکنند که این خیبر یک شهر بزرگ بود در قسم شمال مدینه، میگه در 80 میل جایگیر بود، خیلی قلعه مستحکم بود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شب شد اعلان کرد لأعطین رایت غدا رجل یحبه الله و رسوله. ببین بین عسکرها، بین مسلمانها در شب پیغمبر خدا منبر برآمد و گفت انا همین بیرق فتح و ظفر، انا همین بیرقی که فردا با دست او این قلعه خیبر فتح می شود، فردا در دست شخصی می دهم که او را خدا و رسول او دوست می دارد. همه عسکرای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شب دراز تمناشان میگوید این بود که این کی باشد که الله و رسول او را دوست می دارد و این بیرق فتح و ظفر در دست وی میدهند. همه انتظاری و همه آرزو داشتند که بیرق در دست اونها زند. وقتی سحر شد رسول اکرم باز در بین مردم بالای منبر برآمد و اعلان کرد این علی، علی در کجاست؟ فقیل یشتکی عینیه، گفتن ای حبیب خدا علی در داخل خیمش است، او بسیار چشم درد دارد، از چشم درد شکایت دارد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک مرد روان کرد رفته بیارید علی را. وقتی آوردن حضرت میگوید آب دهانش گرفتن و در چشمهای علی مالیدن. در حدیث میگوید که حضرت علی گویا که تماما چشم درد نشده باشد، چشمها شفا یافت و بیرق حضرت در دستش دادن، گفتن انا من قلعه خیبر فتحش، فتح این خدا در دست تو داده است. گفت ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می جنگیم تا زمانی که مثل ما شوند؟ حبیب خدا گفت وقتی قلعه خیبر فتح کردید اونها را دعوت بر اسلام کن. قسم بر آن خدایی که جان محمد در دست اوست، اگر یکی از اونها ایمان بیارد برای تو بهتر است از اینکه یک شتر در راه خدا تو قربانی کردی. یکی از اونها اگر ایمان بیارد. بیرق در دست حضرت علی دادند. اینم در فضیلت‌های خود حضرت علی میارد که حضرت علی این گونه فضیلت‌ها را داشتند. بار حضرت علی همراه ابوبکر رضی الله تعالی عنه زیارت حبیب خدا می آمدند. انشاءالله با همین قصه این جمعه را انجام میتیم. در راه صحبت کرده آمدند. نزدیک دروازه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شدند. حضرت ابوبکر به حضرت علی گفت مرحمت شما درآیید. حضرت علی گفتند من نمی درایم پیش از شما. گفتند چرا نمی درایی؟ گفت زیرا من از پیغمبر خدا شنیده بودم که زمانی که آفتاب طلوع کند و تا آن زمانی که این آفتاب غروب میکند، مقصد میگد از روز دنیا بینا تا روز قیامت، هیچ مرد بهتر از ابوبکر نیست.
حضرت علی گفتن من این از زبان پیغمبر خدا شنیدم که بعد من افضلترین انسان این ابوبکر صدیق است. من چگونه از تو پیش درآیم؟ حضرت ابوبکرم شخصیتی معروف مشهور با تقوا، خدا ترس، با آداب و جانب حضرت علی گشتن. گفتن علی گفتن شما درآیید. گفتن زیرا من نیز از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم که روز قیامت علی همراه فاطمه، حسن، حسین بالای اسبها سوارند، آنچنان خداوند به اینها زینت دادگی است که تمام مردم گمان میکنند که اینها پیغمبرهاست. اینا من گفت از زبان رسول اکرم شنیدم. از این خاطر گفت حق پیش در آمدن ای علی تو داری. علی که آدم با علم بود، علی که تمام تاریخ ابوبکر صدیق میدانست، محبت رسول اکرم با ابوبکر چی مقدار بود میدانست، در حال چی گفت؟ گفت ابوبکر گفت من هرگز از تو پیش وارد خانه حبیب خدا نمیشوم، زیرا از پیغمبر خدا شنیدم که تمام امتان مرا ایمانشان را در یک پله ترازو گذارید و ایمان ابوبکر در پله ترازوی دیگر گذارید، هر آینه ایمان ابوبکر بالای همه این ایمانها وزنین‌تر است. ببینید ایمان ابوبکر، صادقی ابوبکر، مسلمان اصیل بودن ابوبکر آنقدر بزرگ بود که حبیب خدا گفتن وزن ایمان ابوبکر از همه وزنهای ایمانی امتان من وزنی‌تر است. از خداوند مهربان خواهان او هستیم که ما را پروردگار همون ایمانی که به ابوبکر صدیق داده بود برای ما و شما هم نصیب گرداند، تا که ما نیز لذت ایمان چشیم، تا که ما نیز دانیم همین ایمان چه مقدار لذت دارد، شیرینی دارد. حضرت گفتن من از تو پیش نمی درآیم، زیرا من این از پیغمبر خدا شنیده بودم. حضرت ابوبکر هم در جواب چی گفتن؟ علی گفتن منم از تو پیش نمی درآیم، به خاطر آن که من از زبان پیغمبر خدا شنیدم که بهترین زنهای دنیا و بهترین مردهای دنیا ازدواج کردند. اشاره به فاطمه کردن پیغمبر. بهترین زن دنیا و بهترین مرد دنیا ازدواج کرد. حبیب خدا دخترش بهترین زن و تو را ای علی بهترین مردهای دنیا اعلان کرده است. در اصل برادرای عزیز و گرامی، حضرت علی را پیغمبر خدا به خاطر بهترین گفتن که محبت بر او داشتند. ببین وقتی امام حسن و امام حسین دوست می داشتند، شما تصور کنید که چی مقدار مادر و پدر او را دوست می داشت. وقتی رسول اکرم اعلان میکرد الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه، حسن و حسین سردار جوانهای اهل جنت هستند، اینقدر وقتی حسن همراه حسین دوست می‌دارد و دعا میکرد اللهم اینی احبهما فاحبهما و احب من یحبهما، خدایا من امام حسن و امام حسین دوست می‌دارم، پروردگار تو نیز دوستشان دار. خدایا دوست بدار آن کسی را که دوست می‌دارد این نبیره‌های مرا. ببین اینقدر محبتی که رسول اکرم با نبیره‌ها داشت. شما
اکو فکر کنید که چقدر پدری او را مادری او را دوست می داشت. در حدیث ترمذی می آید که حامل الحسین علی عاتقه، بار امام حسین در گردنش بار کردند و در راه می رفتند. فقال رجل نعم المرکب رکبت یا غلام. امام حسین میگوید سخن فهم بودم. این مرد میگوید به جانب امام حسین نگاه کرد و گفت وقتی که در گردن پیغمبر خدا سوار بودند، گفت ای جوان، گفتند بهترین سواره را تو سوار هستی، تو در بهترین سواره سوار هستی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به جانب این مرد چی گفت؟ نعم الراکب هو. بله گفت. حسین من گفت بهترین سواره را سوار است، لیکن فراموش نکنید که سوار شونده هم بهترین مرد است. حبیب خدا بهای بلند داده. از این خاطر گفتن ابوبکر صدیق من شنیدم از پیغمبر خدا که بهترین زن دنیا و بهترین مرد دنیا ازدواج کرده. برادر عزیز و گرامی، اینجا میخواهم کمتر یک شرح وسیع برای شما دهم. حضرت فاطمه خدا رحمت و مغفرت چون کند، یکی از دخترهای دوست داشته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند. ببینید یک حدیثی در صحیح بخاری در باب حیات علی و فاطمه می آید و از اینجا شما خودتان خلاصه برارین که چگونه فاطمه بهترین زن نباشد. و وقتی که این حدیث شما میشنوید، شما دعا کنید که خداوند مادرهای شما را، خواهرهای شما را، زنهای شما را آن علم و آن آداب و آن حرمت که فاطمه با شوهر و با پدر خود داشت، با خواهر و با زن و با فرزندای شما نصیب گرداند. من فکر میکنم اکنون حدیث خواندنش وقت گنجایش نمیدهد، زیرا که حدیث از حیات علی و فاطمه خبر میداد که جنجالی که بین اونها شد، عاقبت این جنجال به چه انجام یافت. خدا خواسته باشد اگر جمعه آینده ما و شما حیات باشیم، انشاءالله اطراف این من برای شما صحبت میکنم. فقط اینقدر در آخر جمعه به شما گفتنی هستم که همون مصرع هایی که من جمعه گذشته خوانده بودم، همین عقیده را ما و شما گم نکنیم. سرم خاکی رهی هر چار سرور، ابوبکر، عمر و عثمان و حیدر. ما هر چار این دوستهای خدا، این ستاره های درخشان در دین اسلام را از جانمان دیده دوست داریم. هیچ کدام این ما و شما جدا نکنیم، استثناء نکنیم. فقط عقیده ما همین است، افضل ترین انسان بعد رسول اکرم ابوبکر است، بعد او عمر است، بعد او عثمان است، بعد او علی است. همون جنگ خیبری که گفتم یک مسئله فقهی به یادم آمد. همون جنگ خیبر ده شما میتونین حدیثی 4512 در صحیح بخاری را تماشا کنین، والله علم در کتاب نکاح باشد، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در همین جنگ خیبری که حضرت مهارت خیلی بلند نشان دادن، چی را من کردن؟ نه رسول الله صلی الله علیه و سلم ان متعت النساء و اکل لحوم الحمور الاهلیه.
حضرت از دو چیز منع کردند، یکی از نکاح متعه، یکی از خوردن گوشت خری خانگی. یعنی تا این زمان متعه وجود داشت. متعه را شما شاید ندانید، من از شعر میدهم. نکاح متعه نکاح موقت، نکاح موقت، 1 ماه، 2 ماه، 6 ماه، 1 ساله. یعنی وقتی شما نکاح متعه نکاح موقته اگر برای خود اختیار کردین، تصور کنید که قیامتتان سوختگی است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از دو چیز منع کردند. همین جنگ خیبر ده که راوی این حدیث هم حضرت علی است، با خود زبان حضرت علی روایت می شود. اگر چند دیگر حدیث ها از عبدالله ابن عمر هم آمدگی است که رسول الله از نکاح متعه منع کردگی است، که امروز در بعض جایها، ممکن در بعض مملکت ها این رواج است.